پیروز هستم. این اولین باریه که دارم این برنامه رو براتون اجرا میکنم. اسم این برنامه هفته بازاره و در رابطه با اتفاقات و اخبار و حوادثی که در بازار سهام امریکا و اقتصاد امریکا در طول هفته اتفاق میفته. من خودم از سال 1999 تو بازار فعال بودم. نوسانات و تلاطمات زیادی رو تو این بازار دیدم. سقوط سال 2000 رو دیدم، سال 2008 رو دیدم. شبای زیادی بیخوابی کشیدم و تجربیاتی به دست آوردم. دلیل اصلی که تصمیم گرفتم این برنامه رو اجرا کنم اینه که اگه شما حساب 401k دارین و یا حساب بازنشستگی دارین و یا خودتون شخصا در بازار سرمایه گذاری کردین، مسلما در چند ماه اخیر این تلاطم و شدت نوساناتی که بازار داشته متوجه شدین. من دوستایی داشتم که در این چند ماه اخیر در اثر این تلاطم و نوسانات کمی دچار دلهره و نگرانی شده بودن، با من صحبت میکردن، نظر میپرسیدن و اطلاعات زیاده، دسترسی بهش راحته، به خصوص از طریق اینترنت و یا رسانه‌های خبری. خوشبختانه تکنولوژی این کار رو برای همه راحت کرده، ولی کاری که مشکله تجزیه تحلیل این اطلاعات و ساده کردن اینا به یک زبونی که درکش راحت باشه. بعضی وقتا اطلاعات زیاد به جای اینکه شما رو راهنمایی کنه، برعکس دچار گمراهی شما میشه. و من امیدوارم که بتونم در طول این برنامه که به طور هفتگی قراره اجرا کنم، این اطلاعات رو تا اونجایی که میتونم ساده، چکیده و بشکنم به یه زبونی که درکش برای شما راحت باشه. اگه چیز مبهمی بوده یه کمی شفافیت بیشتر پیدا کنه و بتونین از این اطلاعات به عنوان یه وسیله استفاده کنین که در آینده با یک دید بازتر، با معلومات بیشتر، یک تصمیم خیلی بهتری در رابطه با امور مالیتون در شرایط مختلف بگیرین. بازار فوق‌العاده متلاطمیه، خیلی وحشیه. این تلاطم میتونه ادامه پیدا کنه، میتونه شدت پیدا کنه، نوساناتش ممکنه خیلی شدیدتر حتی بشه و نیت من اینه که با ارائه این اطلاعات و تجزیه تحلیل بتونم شما رو یک راهنمایی بکنم که بتونین جوری تصمیم بگیرین که با کمترین خطر بتونین از این مسئله عبور کنین. ولی مهمتر از هر چیزی که میخوام تاکید کنم اینه که شما بدونین که این برنامه صرفاً جنبه اطلاعاتی و آموزشی داره. من نظر شخصیمو اعلان نمی کنم، پیشبینی نمی کنم در رابطه با حرکت آینده بازار و نمیخوام این منجر به انجام دادن یا انجام ندادن کاری بشه از طرف شما در رابطه با تصمیمایی که میگیرین در رابطه با امور مالیتون. و اینو میخوام بگم که نهایتا شما همیشه این حق رو دارین که نظرسنجی کنین با کارشناسای مختلف در رشته‌های مختلف، ولی مسئولیت اصلی روی شونه شماست که چه تصمیمی باید بگیرین که بهترین بهره و نتیجه رو در رابطه با هر چیزی که هست برای شما و یا خانواده‌تون داشته باشه. امیدوارم که از این برنامه بتونین استفاده کنین و اگه کسی هم هست که فکر میکنین میتونه از این برنامه استفاده کنه، خواهش میکنم تشویقشون کنین که این برنامه رو در آینده نگاه کنن و امیدوارم که بتونیم در هفته‌های آینده به طور دیتیل همه چیز رو در اختیار شما بذاریم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.